گان ضرب طلایی بعدی فاش شد و زمان انتشار پریمیوم گرید. خب برای چه خبر؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با بررسی 3 گان احتمالی ضرب طلایی بعدی. خب از اونجایی که میدونید ما تازه چنل زدیم، امیدوارم که حمایت شیم تا ویدیوی بعدی. خب دوستان، 3 گان احتمال، خیلیاتون میگفتید اسنایپ میاد و فلان و این بیسار و فلان، ولی سخت در اشتباهید. یه دونه این MF100 احتمال داده شده که به بازی اضافه شه، خیلی هم زیباست. خود منم طرفدارشم، اگه بیاد 100% میگیرم. این MF100 است، خیلی هم زیباست که اصلا به بازی بچ نخورده. یه دونم این اسکارلس احتمال داده شده که به بازی اضافه شه. یه دونم این اسکارلس برگی، خیلی هم زیباست. یه دونم SMG گفتن احتمال داره بیاد. من شکم، پوسترش هم پخش شد چند روز پیش، گفته بودن گان ضرب طلایی بعدی UMP است، ولی این من احتمال میدم گردونه بعدی بیاد، گردونه سیزن بعد. خیلی هاتونم پرسیده بودید کی میاد ضرب طلایی، خیلی ها میگفتن بعد سیزن 10 روز و فلان و اینا. نه، سخت در اشتباهید. این پریمیوم، این کریتو میبینید 24 روز وقت داده شده، بعد این 24 روز ضرب طلایی به بازی اضافه میشه، یعنی 23 روز دیگه هم آپدیت میاد، فرداش پریمیوم کریت به بازی اضافه میشه. خب برای اینم بود از ویدیوی جدید یوتیوبمون. اینجا پایین دیسکریپشن لینک کانال میذارم، کانال تلگرام، فروش کد DNS و شاپ UC و معتبر خودم تضمینم میکنم، واریز زیر 1 روبه، خیلی هم قیمتمون خوبه. خب اینم بود از ویدیوی امروزمون. لایک و سابسکرایب و نظرم یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.